ما منطقه به نخ نوار هر روزا میگذرونیم در بزرگ شهرهای ولایت ختم. نرخ پیاز اساسا ما تعلیل را گذرونده از صبح که اقلیم کمتر رای شدن حاصلاتی کمتر شد. باز اگر وای بگیریم باز ما صادرات پیاز با طریق ولایت ختم 6000 تن، طریق ولایت صبح 60,000 تن پیاز صادرات شد. ما ولایت ختم که از جهت مسئول خارجی 60% جمهوری تامین میکنه. پیاز ما موسمی است. تمام جمهوری منطقه جمهوری از ولایت ختم پیاز تامین میکنه. نیاز علاقه پیاز ولایت صبح سرشید، نیاز علاقه بزرگوار سوی پرو و ریشتیسا در روزهای نزدیک هم با پیاز باش پستر میشه. خب بعضی معلومات ها قطعی میگن که همین اکثریت پیازی که امسال استحصال شده است به خاطر نمیدونم همین تاجران گرفته در یخچال‌هایی که امروز هسته در اونجا ذخیره کرده استن و به نرخ گران بازار میبرند. تعلیل را میگذارونیم از بس که پیازی ما نامنفوذ بسوره ذخیره کرده نمیشود. چون همین هفته گذشته ما خودم شخصا متخصص در جا بزرگ تامین کرده بودیم. بازی ذخیره هست در بازار خودش. علاقه 80-100 تن پیاز هست در مخارج گذاشته کرده. در 40-50 تن در پیاز میاد سوره. یعنی که خیلی سونی بالانس داریم. اگر نسبت سال گذشته بودیم اولی موسم پیاز در سوی پروی که کجابه دخونه که با همیشه مشغول هستند و سوی پروی فرض کنیم کشتی پیاز ما را تعریف کرده بودیم نسبت سال گذشته 81 سوم پیاز در سرای زمین بود. امسال 4.5 سوم علاقه با فروش گذاشتن. یکی یک چیز دیگر ما باید وای کنیم که حالتی بالاروی سوزشوری نرخ معیاری بالا رفت حساب بعد اقلیم گرم اومد پاسیبیلیتی کمتر شد. یک بار بالا رفتن همین سونی بلند کردن نمیشه. سونی بلند نیست. سونی اگر باشه ما طلبات قانونگذاری جمهوری اسلامی یک نمایش میتونیم در موقع رقابت و قرار کنیم جمهوری اسلامی حیثیتی مسئول از اون حرکت تحقیق 187 تاسیس کرده. ما نظارت میکنیم در حالت که 20% به اساس حالا که تشکل یابی نرخ ما هر روز نظارت میکنیم که نرخ در چه اساس بالا رفته. یعنی سونی بلند شده. یعنی کل 20% نشده است. 20% بلند شد. یکی اساس نوکش هست. ما اینا گروهی کوری در حیات اینا فرمان پرگراتور ولایت ختم سیما گروهی کوری هم از ساختمان هست می‌آید. پای می‌کنیم. یعنی اگر سونی بلند شد ما نسبت به چوروی ضروری بنش.